ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. بعد حمد و ثنای خدا و درود زیاد بر جناب پیامبر علیه الصلاة و السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. امروز میخواهم اندک صحبت بحری دوستی که در جامعه ما و شما هست. بعضی دوستی میگن، رفیقی میگن، اندک صحبت کنیم تا اینکه از برادرایی که این صحبت ما را میشنوند دوستی و رفیقی حقیقی را یاد بگیرند. اگر خطا نکنم عمر خیام من شما را نصیحت میکند به دوستای این زمانه. میگوید در اشعار خود که آنبه که در این زمانه کم گیری دوست، با اهل این زمانه صحبت از دور نکوز. آن کس که تو را جملگی تکیه بر اوست، چشم عبرت بکشا بنگر که دشمنت اوست. اون کسی که ما را میگه که همون میگه فقط همین آدم غیر همین آدم دیگر نیست، نگه اگر چشم به عبرت بکشای، چشم اندیشمند نگاه کنی، دشمنت همون آدم است. که دیگر شاعر هم در این شأن میگه دوستا سه نمون میشن، دوستان جانی میشن، نانی میشن، زبانی میشن. به این خاطر میگه با دوستانی که اونها زبانی هستن با زبان با اونها صحبت کن. با اون دوستانی که نانی هم برای پل قیت دوستی میکنن اندک پل شبته و میگه چکو که ایبر دور شکو که اونها روزی از روز را میفروشن. و او دوستان جانی هستن میگه جان بده اگر میتوانی. شاعر میگه با او دوستایی که جانی هستن همیشه دستی ترا میگیرن، در پستی بزنی دست میگیرن، با اونها میتوانی جان تبته. شاعر میگه به همین خاطر برادران اهل اسلام و خواهران عزیز کوشش کنه که در بین تو دوستی حقیقی را پیدا کنید، دوستای حقیقی را. پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام میگه در آخر زمان در بین امت من به حد کم یافت میشود دو گونه شخص. گفتن چگونه هسته؟ گفت یکم انسانی که کم یافت میشود انسانهای حلال خور، چه مرد حلال خور باشد چه زن حلال خور. و خاطر امروز اکثریت مال حرام میخورن یا چیز حرام میخورن. دیگر اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت چیز کم یافت میشود دوستان حقیقی باشند. بسیار امروز نظر میکنیم برای پول مال دوستی میکنن. اندکی بسیاری از برادرای هستن که با ما صحبت کردن، گفتن برادر با بعضی ها دوستی میکردیم وقتی که مالدار بودیم قریب تا 10 تا 15 تا دوست داشتیم، امروز که به مال شدیم یک دوست ایدرمون نمیدونه. گفت به این خاطر کوشش کنه که شما انسان‌های بیاوه پیدا کنه که برای مال نه، برای رفیقی، برای قیامت دوستی کنن. شما هر وقتا یک کاری خوب کردنی میشه اونها شما را شریکی کنن و هر وقتا کاری بد شدنی میشه اونها شما را منع کنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه ایمان شما کامل شدن نمیتونه وقتی که شما خدا و پیامبر از همه بالا دوست ندارید. انسانی که خدا و پیامبر از همه بالا که دوست بداره ایمان او کامل میشه. و پیامبر گفت شما لذت ایمان چشیدن نمیتونه وقتی که به همدیگر از برای خدا دوستی نکنه. کوشش کنه که به همدیگر از برای خدا دوستی کنه. و در قصه ها میآید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه خداوند متعال یک ملائکه را به سوی یک جوان روی کرد که اون به یک دهه روانه شد. و اون ملائکه رفت به اون جوان پرسید ای بنده خدا با کجا سفر داری؟ گفت به همون دهه میرم. گفت به چی خاطر میره؟ گفت به خاطر که همجا یک دوست دارم همون را عیادت میکنم. گفت آیا از اون دوست برای تو یگان چی فایده هست به همین خاطر میره عیادتش میکنی؟ او تو را کمک میکنه، پول میده؟ گفت نه، از برای الله که او دوستی میکنم میخوام برم عیادتش کنم. اون ملائکه گفت که تو مادامی که از برای الله که اون دوستی میکنی به خاطر الله میره اون را عیادت میکنی، الله تو هم دوست میداره به خاطر این عملت. به همین خاطر کوشش کنیم که در زندگی دوستایی را پیدا کنیم که از برای الله ما را دوست داره. هر دوستی که از برای الله ما را دوست بداره، چی در فقیریمو، چی در باییمو، چی در غمگینیمو، چی در شادیمو، اونها در بر من تو میستن. در دیگر حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه من احب لله، هر کسی را دوست میداره از برای الله، و ابغض لله، و بعد میبینه از برای الله. مثلا ما کاری خوب کردیم میبینه که یک برادرمو خیلی کاری خوب کرده زنگ میزنه تبریک میکنه، میگه خوش به حالت برادر، این کاری نکرده، خرسند میشود در کاری نکیته.
و هر وقت کاری بد کردی غضبناک میشود، تو را تماس میگیره، میگه برادر کاری بد کردی، خدا تو را هلاک میکنه، در غضب خدا گرفتار میشه، چرا این کار بد کردی؟ و اعطوا لله، با عطا میکنه چیزا میتتره از برای الله. یک کاری دستگیری یک فقیر یک درویش شیدنی میگشه، او تر زنگ میزنه، پل روانت میکنه که دستگیری که کاری بهترین میکنی، مقصد تر مال میته از برای الله. و منع لله، و هر باری کاری بد کردنی شه یا چیز حرام کردنی شه، او تر پل نمیده، میگه که نکی کار هلاک میشه. فقط استکمل الایمان، پیامبر میگه وقتی همین رفتار که داشته باشه ایمانت کامل میشه. امروزه بعضی برادرای میبینی که در پستی میزنی به حالت میخندن، کار حرام کردی دستگیرید میکنن، وقتی یک کاری نیک کردنی میشه ایبر دور میشن، میترسن. به همین خاطر کوشش کنه دوستایی را پیدا کنه که از برای الله با شما دوستی کنن. الله متعال همه ما و شما را رفیق حقیقی بگرداند.